سلام دوستان عزیز. امروز می‌خواهیم درباره 5 رازی صحبت کنیم که اگر در زندگی روزمره رعایتشان کنیم، بدن ما سالمتر، قوی‌تر و شادابتر می‌ماند. این نکات نه پیچیده است و نه هزینه دارد. تنها کمی توجه و نظم می‌خواهد. بیایید یکی یکی بررسی کنیم. راز اول، خواب درست، دوا و آرامش پنهان بدن. خیلی‌ها فکر می‌کنند خواب فقط برای استراحت است. اما در حقیقت خواب یکی از مهمترین کارهای ترمیمی بدن است. وقتی ما می‌خوابیم، عضلات ما ترمیم می‌شوند. مغز ما آرام و پاکسازی می‌شود. هورمون‌ها تنظیم می‌شوند، سیستم ایمنی ما قوی می‌شود. یک فرد بالغ بهتر است 6 تا 8 ساعت خواب آرام شبانه داشته باشد. کمخوابی باعث خستگی، عصبانیت، کاهش تمرکز و حتی ضعیف شدن بدن در برابر بیماری‌ها می‌شود. راه‌های داشتن خواب خوب: 1 ساعت قبل از خواب موبایل و تلویزیون را کنار بگذارید. اتاق باید تاریک و آرام باشد. شام سبک بخورید. هر شب در یک زمان مشخص بخوابید. راز دوم، آب. ساده ترین داروی طبیعت بدن ما بیشترش از آب ساخته شده است. کم آبی باعث سردرد، خستگی، کم تمرکزی، خشکی پوست، مشکلات هضمی می شود. برای یک انسان عادی نوشیدن 6 تا 8 گلاس آب در روز بسیار مهم است. اگر در گرمی هوا هستید یا کار بدنی انجام می دهید، این مقدار باید بیشتر شود. یادتان باشد چای و نوشابه جای آب را گرفته نمی تواند. راز سوم، حرکت. سلامت پنهان در قدم زدن. بدن انسان برای حرکت ساخته شده، نه برای نشستن تمام روز. ورزش‌های سخت لازم نیست. همین که روزانه 30 دقیقه قدم بزنید کافی است. قلبتان قوی شود، وزنتان بهتر کنترل شود، استرس کم گردد، بدن انرژی بیشتری پیدا کند. اگر پیاده روی را با یک موسیقی یا پادکست ترکیب کنید، حتی لذت بخشتر می شود. چند پیشنهاد ساده: اگر موتر یا بس سواری می کنید، یک ایستگاه زودتر پیاده شوید. از زینه استفاده کنید. هر 1 ساعت 2 تا 3 دقیقه راه بروید. راز چهارم، تغذیه درست. سوخت اصلی بدن غذا مثل مواد سوخت برای موتر است. هرچه کیفیتش خوبتر باشد، بدن بهتر کار می کند. 5 اصل مهم تغذیه سالم: 1. بیشتر سبزی و میوه بخورید. 2. نان سفید کمتر و نان گندم یا جو بیشتر. 3. غذاهای سرخ کرده را محدود کنید. 4. گوشت سرخ کمتر، مرغ و ماهی بیشتر. 5. شکر و نوشابه را کم کنید. این 2 دشمن خاموش بدنند. اگر نمی‌خواهید رژیم سخت بگیرید، تنها یک کار ساده انجام دهید: نصف بشقابتان با سبزی و سالاد پر کنید. راز پنجم، آرامش ذهن. سلامت روح یعنی سلامت بدن. استرس مثل آتش است. آهسته آهسته بدن را می‌سوزاند. بازدهی کار را کم می‌کند. خواب را خراب می‌سازد و حتی روی قلب و معده تأثیر بد می‌گذارد. برای آرام کردن ذهن همین کارهای ساده کمک می‌کنند. 5 دقیقه تنفس عمیق، گوش دادن به موسیقی آرام، صحبت با یک دوست، چند دقیقه قدم زدن، دور کردن موبایل هنگام استراحت، شکرگزاری از چیزهای کوچک زندگی. به یاد داشته باشید بدن سالم بدون آرامش ذهنی کامل نمی شود. نتیجه گیری: 5 راز اصلی برای سلامت بدن بسیار ساده اند: 1. خواب کافی. 2. آب مناسب. 3. حرکت و ورزش. 4. غذای سالم. 5. آرامش ذهن. اگر این 5 نکته را در زندگی روزمره اجرا کنید، نه تنها بدنتان شاداب و قوی می شود، بلکه انرژی، تمرکز و کیفیت زندگیتان چند برابر بهتر خواهد شد. اگر محتوای این ویدیو برایتان مفید بود، لطفاً آن را لایک کنید و برای ادامه نشر ویدیوهای آموزشی چنل ما را سابسکرایب نمایید. با فعالسازی زنگوله از ویدیوهای جدید نیز به موقع باخبر خواهید شد.